آقا ببینیم چی فکر میکردی چی شد؟ دقیقا یادم اون جوکه میگفتم چی فکر میکردیم و چی شد. همیشه تصورم این بود که دیگه الان که در آستانه 40 سالگی هم دیگه تورای جهانیمو گذاشتم و نشستم خونه دارم عواید فروش آلبومامو میشمارم. ولی علاوه موزیک خدا رو شکر چیزی که فکر میکردم الان برام اتفاق افتاد. اون پختگیه، اون تکاملی که دنبالش بودم اتفاق افتاد، هم برای من هم برای بچه‌ای که همتین بودیم با هم کار کردیم. حالا یه سری بچه‌ها که رفتن تو مارکت پاپ انتخابشون اون مدلی بود، ولی خب مایی که به موزیک متعهد موندیم اتفاق موسیقیایی خوب بود به نظر من. ولی خب به قول سکوت کنم بهتره. میبینی دیگه چی شد. سال 97 مجوزمون لغو شد که یک کنسرت با خیال راحت شده آرزو برامون. امیدوارم که درست شه. اگر درست شه خیلی خوب میشه. همین.